international.com. باز آمد به دری ما سال نو، باز آمد بخت نو، اقبال نو. السلام علیکم عزیزان، باری دیگر سلام میگویم برای شمایان. امروز ما تبریکات البته همراهی بابای برفی که برای ما وعده کردند در شب سال نو به دهه آهالیگ آمدند. امروز باشد اسفیره بانو، مهربان بانو را از نام پدر مادرشان اما جانشان که در مسافرت هستند از نام واحدکه ماهینایتی نیگنایتی تبریک میگویم. برای مادر عزیز کفایت خاله هزاران رحمت میگویم از نام فرزندان برای هستی بودنشان و در این شب سال نو تبریک میگویم. با ما باشید با شبکه شهنان و با بابای برفی رفتیم. Все подарки там, он везет их нам. Дед Мороз по лесам, горам. Дед Мороз едет к нам. Эй, Дед Мороз. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Assalomu alaykum. Albatta Kifoyat xola برای شما سلام میگویم. من امروز در این شام سال نو در این لحظه ها که باز یک سال دیگر ما را ترک گفت، باز یک سال دیگر کهن و پیر شده. امروز ما نبیره های شیرینتایانشون من نزدیکتر سید گذارید پیششان به نبیره های شیرینتان اسفیره بانو مهربان بانو را تبریک گویی آمدیم از نام پدر مادرشان که در مسافرت هستند، از نام واحدکه ماهینایتی و اما جانشان نیگنایتی تبریک میگوییم و برای مادری من هزاران رحمت گوید گفتم. بهشت خاندان من بعد از درگذشتن پدرم برای من هم پدر و هم مادر شده. من حالا حاضر باشد هم برای تربیت و تعلیم دادن فرزندان من همیشه سایبان شده ایستادیم. ما در مسافرت میگردیم یاد کردیم چهره زیبای مادرم، چهره های زیبای فرزندانم. میگویند دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. یاد کردم مادری عزیزم. ما که مسافری با میگردیم هر لحظه ها یاد میکنیم از آن طعم های شیرینشان خوردنی میشویم و از آن روی پر از نورشان بهره‌مند شدنی میشویم. خدا را شکر میگویم که من با ترقی یافته ایستاده از زمانه ها تلفن ها برآمد لیکن دیدار به نمیرسد. بیجانم به هزار رحمت گوید که من فرزندان ما را دوام تازان مانند گوهر که چشمشان نگاه کرده ایستادیم. برای فرزندان من رسانید که در آینده چه نیت‌ها دارند جامعه عمل پوشد، انسان‌های اصیل شده بالایی رسند و البته در آینده کسب‌های پرشرفترین را وظیفه‌دار شوند و از پیششان فخر کرده گردیم. برای اسفیره بانو مهربان بانو گوید که دخترکان نازنین معلمه شوند، ورد شوند، دکتر شوند، کلان شوند، چایرزکی آنجانی عزیزشان باشند. امروز نظام نبیره ها میگویم آلوچه گلی بادام من نبیره آنجانم شیشته چای نشن و من چای رزکی آنجانم گفته در اطراف شمایان نبیره ها خدمت کنند. همیشه چخیل زحمت ها چخیل مهنت ها کردید، حضور و حلاوتی فرزندان را دیده گردید. امروز که سالی نو است، خرسندی است. میگویم باز آمد به در ما سالی نو، باز آمد وقتی نو اقبال نو، باز آمد سال نیک و فال نیک، باز آمد شعر نو با بال نو. بردر آمد برفکی جام سفید، همراهی بابای برفی با امید، سیر و گشتی پستی و بالا و شکیب، با چه حسنی دلربا و دلفریب. امروز برای تبریک کردن اسفیره بانو مهربان بانو البته از کوههای بلند اسفیره بانو بابای برفی خار بابا آمدن. خار بابا چی بیم تکلیف کنیم میدرویانه توفه های یک گله دارن. خار بابا گفته جیغ میزنیم می مرحمت یک دو سه بر خار بابا خار بابا خار بابا مرحبا خار بابا شما تکلیف میکنیم. Дед Мороз везет. بابای ما تخصیق بزنیم برای بابا جانی ما. رحمت Падает снежок. اکنون اسفیده رو مهربان بانو
قاربابای ما هم خیلی شرطشون است هلاکش آمدن اگر شما شعر خونیتون هلاکشون میرود و شما با پدرکه میتین کنی که شعر میدونن مهربانو شعر میدونید می مرحبا السلام علیکم موقع گذشته بانون فیزی خطه داده بابا سلام ای رحمت یک تا اسفیر بانون پدرکشون میتیم Дед Мороз, Дед Мороз, по лесам, горам. Дед Мороз, едет, едет к нам. Эй, ای молодец مهربانی هم میخونن می горам. بابای برفی اکو گذشتی بابام دیدی خلطه دادی بابام سلامه خطش نامه ای молодец رحمت شما تبریک میکنید می مرحبا السلام علیکم مهمانی کرمان خوش آمده به درگاه آنا جانم سال نواتون مبارک شوه الهی بختی مهم به بختی تاغام یا خالم به ساغ و سلامت گردید آنه بار دنیاده یشش باشقچه آننین تفتی و کفت باشقچه کرسه هم 90 یاشگچه آنه بار دنیاده یشش باشقچه رحمت مهربان بانو بازی برای شما بابای برفی ما پدرکا آمردنه یک رفته از بابای برفی میگیریم پدرکا ما برای شما قرصک میزنیم مرحبا بابا جان یک تا توفه میتیم این کسبه مرحبا اینه هم شعر میدونم می بیایید کنه نزدیکتر برای قربابا شعر نمیدونم می بیا ما توفه‌های بی‌نظیر امسال تیار میکنیم بحر چنین ملکی کبیر از صدق دل کار میکنیم ای молодец شما نامتون چی؟ نازیه بانو کلان شویم چی میشه؟ دختر ای молодец ورش میشود برای ورش یک تا پدرکی ورش دید کنی بابا جان مرحمت و البته اینا شما نامشون چی؟ ندیمه بانو کنی تبریک میکنیم می نمیهولی نه خواه تو بابا جان پدر کردیم کلان شوید شعر خونده میتی از بابا مرحمت Радуешься, مبارک باشد подарок. سالی نو مبارک اقبال نو مبارک آرزوهای نو با نو رو برای شما مبارک باد میگوییم و البته مادر عزیز در سر فرزندان همیشه سایبان شده گردید امروز سالی نو رو برایتان مبارک باد میگوییم کفایت خاله وزیر رخته تمام بیننده های ما را با سالی نو تبریک گوییم مرحمت السلام علیکم همدیاران همزمینان خوش آمده هم یکتون سالهای نو تبریک میکنم سوق گرده سلامت گرده در خونابین هم یکتون توی تماشا شود سالی می اومدگی سالی به پای قدم شود در خونه هر یکتون سری پوری شود زمین و آسمون برقرار شود پاشومون با عدالت شود مسافرکا در این دوران سوق گردم سلامت کردم در جایی باشم در پناه اولو باشم هم یک خوش اومده سالهای نوتون تبریک میکنم رحمت سلامت گفتن تشکر میگویم البته همیشه خدا کنند که این سال نو را همراه یک آیله شد جمع پیشواز گیریم باز آمده شما تبریک کردن برای ما نصیب کنند حاضر باشد خدا تبریک میکنیم اکنون سال نو کتی مرحبا السلام علیکم هم یکاتون با آماده شده این سالی نوکتی هم یکاتون تبریک میکنم الهی سالی با فیض و برکه بیا خاله جان شما هم محتا هستیم شما سخت آماده گرده سریمون و رحمت سلامت باشن مهمان تبریک میکنه باشن سالی نوکتی ها مرحمت سلام سالی نو این سالی فیض و برکاتی شود آبادی شود یرتما تین شود هم ما ساق و سلامت گردیم هنگامولا شما هم سری بچه هاتون به ساق و سلامت هم ما بس سر شده گردیم رحمت تشکر میگویم امروز سالی نو رو برایتان مبارکباد میگویم
خانجانی عزیز اکنون همراهی نبره ها سرود بکنیم. امشب سال نو است در علم کاسانه زیبا یک جای میرقصیم. من بابای برفی همراهی شما همراه میشوند. مرحمت سرودهای شیخ برای شمایان امروز سال نوتان مبارک باشد. مرحمت. نظمی کر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نظمی کر سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت کجا شما دختر بزرگان بیا کلی آخ شیرین زمان ای بلال زان صاحب بیان برکن همه جان در بسی بهار یارمه بلال زان صاحب بیان برکن همه جان در بسی بهار یارمه
ای رحمت تشکر میگویم. اکنون اسفیر بانو همراهی مهربان بانو و بابای برفی رسم میگیریم. این لحظه ها را به تعریف مهر میسازیم. مرحمت. البته همراهی بابا جان ما امشب رسم گفتناتان ممکن است. مرحبا. اینک بیننده های عزیز موافق وعده خود البته امروز در خانواده کفایت خاله مهمان شدیم. نبیره های عزیزشان اسفیر بانو مهربان بانو را تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراه شما با هم دیدیم و البته کیفیت سال نوی را پیشکش کردیم. با ما باشید. با شبکه شهنان سال نوتان مبارک باشد. تشکر. سال نو مبارک. تا بازی.